ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، حالا از سلسله خوانش بدیعی داستان استاد صدرالدین عینی داخونده را شنوید. گفتار 13. چندین سال باز تگی طبق میسی سپاهیان را لیسیده آمدم. یک کار میکنم که هم لعل به دست آید و هم یار نرنجد. صحبتی رستم و قدرت دراز کشید. اون افتاده بیزاپیده شدند. آقسقال که در اولی کار از احوال قدرت به شبه افتاده بود، برای فهمیدن حقیقت حال از پیش میهمانان خیسته و پیش اینها آمد. ها؟ چی گپ؟ مگر شمایان در اینجا تخم پخش کرده چوجه برآورده به میهمانان مرغ کباب کرده داده میخواهید؟ گفته هزل کرده حقیقتی گپ را پرسید. قدرت واقعه را سرتاپا به آقسقال نقل کرده در آخر سخن خودش گفت: اگر تقدیر و نصیبه دختر به حاکم رفته باشد، تویانه تو هم حاکمانه می شود. هرچی باشد، آقسقال گفت، این گپ را به این مجلس گشادن درست نیست، زیرا سخن در میانه عامه آوازه شده بی آنکه تگی کار را کاوند. حاکم چی کاره بوده است که از دره ما دختر می برده است؟ گفته همه به شورش می آیند. رستم همراه بای و کلان شوندگان در یک طرف مانده، پایلوچان دره نامستلف شده برمی خیزند. در آن صورت حاکم از ما می رنجد، چوب به سر ما می شکند و بدنامی به ما می ماند. علاج این کار چنین است که بیماری دختر را بهانه کرده مجلس خواستگاری را امروز موقوف می مانیم. پس از آن در خانه تاری گپ را با همراه بای و کلان شوندگان معقول کرده کار را می پزیم. در این حال هیچ کس از هیچ کس گیله‌مند نشده و در میانه مردم هم آوازه های بد نافتاده کار به خیر و خوبی می گذرد. به فهم من همراه بای هم به این کار راضی می شود. وای پسرش را خانه‌دار کردنی باشد، به وی دختر قحط نیست. پول که دارد، کیست که دخترش را با وی ندهد؟ پول باشد در جنگل شوربا گفتند. فصل 7. نکاح. در سر جوی حولی قدرت سماورچی با قالین‌ها، گلیم‌ها، کرپچه‌های ادرس و شاهی آراسته بود. اگرچه خود قدرت صاحب این همه اسباب نباشد هم بیشترین این چیزها را به طریق امانت از حاکم خانه آورده، حولی قدرت را هم گویا یک حاکم خانه دویم ساخته بودند. یسوع و شاگرد پیشگان حاکم دست به دست مهیای خدمت شده ایستاده بودند. خود قدرت هم یک جامعه حصاری ابر را که امروز به وی حاکم انعام کرده بود، پوشیده مانند آنکه خودش به حاکم پدر عروس شده باشد، با کر و فر سپاهیگرانه بیرون درون برآمده در آمده می ایستاد. به شاگرد پیشگان و یسولان خدمت می فرمود. تفصیل واقعیت چنین بود که به سعی قدرت و کوشش آقسقال همراه بای از سر کلین کردن گلنار گذشت و همه کلان شوندگانی دره اتفاق کرده راضی شدند که گلنار را به حاکم دهند، به وی خویشی پیدا کنند. پس از سرانجام دادن این کار، قدرت با آقسقال به سر جوی آمده از حاکم اسباب توی گرفته به دره برده، به اهالی آنجا توی داده، گلنار را با پدر و مادر و دیگر نزدیکانش به سر جوی آوردند. توی حقیقی و نکاح در سر جوی شدنی بود. از بس که رستم در سر جوی حولی نداشت، نکاح را در خانه قدرت کردنی شده امشب آنجا را آراسته بودند. گلنار باشد از این همه گیرودارها، رفت آمدها و برد و آوردها چیزی نمی فهمید. وی به تأثیر فلاکتی دستگیر شدن یادگار
و خبر توی خودش به پسر همراه بای بیمار افتاده بود. وی نمیدانست که به یارمندی کدام سبب و بخت فیروز این توی برگشت و حالا او را به سر جوی میبرند. این هم یک خوشبختی دیگر است، زیرا یادگار هم در سر جوی است. اگرچه بندی کرده به زندانش انداخته باشند هم در سر جوی است. میگویند که خودش را به حاکم بزنی میدهند. این یک فلاکت دیگر است، لیکن به طرزی که از غیر چشم داشت خودش از دست پسر همراه بای خلاص شد، شاید از دست حاکم هم خلاصی یابد. گلنار در دریای اندیشه و حیرت فرو رفته، با یک جهان ترس و امید و غیر اختیار خودش به سر جوی آمد، یعنی آورده شد. امشب شب نکاح است. پس از نماز شام عملداران حاکم خانه، ایمان و کلان شوندگان محله به خانه قدرت آمدند. پس از آب و طعام، علی مردان از جانب حاکم وکیلی به نکاح بودنش را با 2 شاهد در پیش امام اثبات کرد. اکنون نوبت تعیین کردن وکیل گلنار رسیده بود. قدرت پدر وکیل گلنار معین شده با 2 شاهد به حولی درون خود درآمد تا که از گلنار وکالتی به نکاح گیرد. خانه از پیشگاه تا پیگاه پر از زن بود. درون خانه از پس و پیش، رو به رو، پشت به پشت، زانو به زانو، کیفت به کیفت نشستن زنان معرکه های مداحی زمانی پیش از درس خانه های کهنه بخارا را به یاد می آورد. سخن یکدیگر را نفهمیده برابر گپ زدن زنان هم عیناً مانندی درس خانه های کهنه بود. در این حال گلنار را که با لباس های عروسیش آراسته بودند به تگی در آورده شناندند. قدرت که در روی صفه به پشت در با 2 گواه مهیای وکالت گرفته شده سر 2 پا نشسته بود. دخترم گلنار، مرا از جانب خود وکیلی به نکاح کن، گفت. زود باش، وکیل کردم گوی، وقت رفت. زنان همه به یکدیگر برابر دم شین، خب شین، نه سخن عروس شنیده می شود نه گپی پدر وکیل، گویان فریاد می کردند. قدرت پس از آن که زنان را دم شویتان، من جواب عروس را شنوم، گفته تنبیه کرد. گلنار، به تو می گویم مرا وکیلی به نکاح کن. یکی از شاهدان: بیگیم بسیار منتظر نکنید، وکیلی به نکاح کردم گوید، گفت. قدرت آواز خود را بلند کرده: مگر در این خانه یگان زنی برنده‌ای در رنده نیست که این دختر را به گپ در آرد؟ کیوانی، هو کیوانی، شما کجایید؟ زنی قدرت که به پشت سر گلنار نشسته بود به وی گوشکی کرده: امکت بسیار معطل شد، وکیل کردم گوی. کیوانی: استیتان خودم به پیش دخترم گذرم، گفته از میانه زنان یکی را از زانو دیگری را از پس سر زیر کرده به پیش گلنار آمده به فیروزه و سلامت بیبی که در 2 پهلوی گلنار نشسته بودند: مرگ به همین رسم، مقرر شما نمیگذارید که به این بچه زودتر جواب دهد، وگرنه دلی خودش ته کشته رفته ایستاده است. زنی خردی حاکم، بیکی سری جوی، این چگونه دولت؟ گفته آنها را از پهلوی گلنار دور کرد و خود در یک پهلوی گلنار نشسته به پهلوی دیگرش زنی قدرت را گذرانیده: زود باشید کلیم پاشا، وکیل به نکاح کردم گویید. آسیا، آب جواز و همه چیزهای حاکم از آن شماست، وکیل کردم گویید. ناز و نوز بس، وکیل کردم گویید. کیوانی دست خود را به زیر دامن گلنار در آورده، بدنش را محکم تافته پوچیده: وکیل کردم گوی. گلنار از شدت آزار یک تاب خورد، لیکن باز اوهو این جدا گردن شخص سر برآمد کو.
یکی از شاهدان که مؤذن محله بود گفت: قدرت بای، اکنون شد. بسیار زیر کردن در کار نیست. سکوت علامت رضا گفتند. گلنار دید که سکوتش علامت رضا شده، کار از دستش رفت. یک بار دلش پر شده، حقق زنان گریستن گرفت. مؤذن: اکنون جای گپ نماند، گریه دختر هم علامت رضاست. قدرت: اگر آوازش را برآورده وکیل کردم میگفت خوبتر میشد. مؤذن: اگر گپی مرا باور نکنی بیا پیش دامالله امام، از آن کس میپرسیم. گواهان با پدر وکیل به مهمانخانه برآمدند. مؤذن به امام: تقصیر. عروس اول سکوت کرد، پس از آن که گریست من این کارها را علامت رضای وی گویم قدرت بای باور نمی کند. امام: سکوت البکر علامت الرضای، سکوت البکر علامت رضاست، سخن کتاب است. دختر بکر حیا می کند که روی راست جواب دهد، ناچار سکوت می کند وگرنه خودش می خواهد. بنابراین سکوت وی را شریعت علامت رضا قرار داده است. اما گریه‌ای که عروس در وقت نکاح می کند گریه شادی است، این علامتی با خرسندی راضی شدنش است. در واقع عروس شونده جناب میر حق دارد که به این عروسی از حد فزون خرسند شده گریه شادی کند. خب اکنون گواهی دهتان صورت شرعیش درست شود. اول مؤذن، پس از اعوذ بسم الله کشیدن. گواهی می دهم از برای خدا نه از برای ریا که بیبی گلنار بنتی قدرت رستمبای را وکیل امام، نه بنتی رستمبای قدرتبای را وکیل به نکاح کرد. گوی بنتی رستمبای بنتی قدرتبای را وکیل به نکاح کرد. امام: نه اینطور نه، تو را چی شد ذهن ماند؟ گفته دوباره کلمه های گواهی را تلقین کرد. مؤذن از زبان امام کلمه به کلمه گرفته بنتی رستمبای قدرتبای را وکیل به نکاح کرد گفت و با آستین خود سر و رویش را که در زیر آب و عرق مانده بود پاک کرد. گواه دویم پس از اعوذ بسم الله. امام یگان کلمه های گواهی را به گواه تلقین کرد. گواه دویم هم موافق تلقین امام زبانش گرفته رسم ادای شهادت خدایی را تمام نمود. پایکار یک کاسه پرآب را آورده به پیش امام نهاد. امام اعوذ بسم الله کشیده خطبه معلوم نکاح را با ادای مخرج خواند. چون خطبه عربی به پایان رسید امام به قدرت نگاه کرده به زبان تاجیکی: شما که از قبول بیبی گلنار بنت رستمبای وکیل ثابت الوکاله اید، نفس نفیسه معطله خودتان را با نکاح مسلمانی به امارت پناه ایشان تقصابه بخشیدیدش بزنی. قدرت: بخشیدم. امام به علی مردان نگاه کرده: از جانب امارت پناه قبول کردیدش بزنی؟ قبول کردم. جوانانی که هنوز خانه‌دار نشده بودند به نیت فال نیک کاسه آب نکاح را که در پیش امام ایستاده بود گرفته تلاش کرده نوشیدند. علی مردان بیگ به امام و ارباب نکاحانه داد و به گواهایی هم که از برای خدا نه از برای ریا گواهی داده بودند دو تنگگی انعام کرد و با همین قدر مراسم گلنار مال حاکم شد. سحرگاهان همان شب گلنار را به اسبی که با سوزنی های قیمت بها آراسته بودندش در پس سلامت بیبی سوار کرده با تنتنه کلام به حاکم خانه بردند. در پس و پیش اسب زنان دیگر پیاده می رفتند که این شأن و شوکت عروس را باز هم زیادتر می کرد. اگر کسی از درد درونی گلنار واقف می بود می گفت این تنتنه است که مرده عزتمندی را به گورستان می برند. اما ظاهر بینان این تنتنه را تنتنه عروسی می پنداشتند. فصل 8. مدرسه. در شهر بخارا در روبروی حوض غازیان به طرف جنوبی آن مدرسه است که آن را مدرسه ملا محمد شریف می نامند.
عمارت این مدرسه از خشت پخته، طرف پیشش دو آشیانه و از طرف بیرون دو قطاره بالا و پایان رواقدار است. پیشتاقش بلندی بر هوا بوده، به درون آن زیر و بالا به شکل مقرنس 6 دانه رواق دیگر هست. در رواق میانه زیرینی درون پیشتاق دروازه دو طبقه کلان چوبی نشاندند که با نقش‌های 6 گیری، 12 گیری و 16 گیری کنده‌کاری کرده شده است. بینیدری و پشتبان این دروازه با قطار قطار گلمیخ‌های قبه‌دار که به زیر آنها پارچه‌های 6 کنجه ماهوتی سرخ گذاشتند پارچین کرده شده است. به هر دو طبقه دروازه یک حلقه کلان خولگی شناندند که اینها در وقت پوشانیدن دروازه وظیفه دستگیری و در هنگام از بیرون قفل زدن آن وظیفه زلفینی را ادا می کنند. به زیر حلقه طرف راست بر روی تخته دروازه یک پرچه آهن هموار را پرچین کرده از بالای آن یک کوبچه چهاررخی سر 6 پری خولگی ریخته را آویزان کرده گذرانیدند که در وقت بسته بودن دروازه کسی از بیرون آید با این کوبه در را کوفته مؤذن مدرسه را برای گشادن آن خبردار می کند. هرگاه از دروازه به درون قدم نهید به میان سرایی می دراید که از 3 گنبد قطار مستحکم منبتکاری بنا یافته است. این گنبدها به یکدیگر با گردنه های کمانی پیوستند که گویا همه‌شان یک سقف را تشکیل می دهند. در روبروی دروازه یک رواق پنجره آهنیندار هست که میانه مسجد تابستانی و میان سرای را جدا می کند. طرف دست راست قسم دومی میان سرای است که در پیشگاه این مسجد زمستانی واقع است و از پیش مسجد به طرف دست چپ یک راهروی درازرویه است که با آن به صحن درون مدرسه گذشته می شود. در طرف دست چپ قسم سیومی میان سرای بوده، در پیشگاه آن درسخانه بنا یافته است و از پیش درسخانه نیز یک راهرو به صحن درون می رود. اگر شما از دروازه مدرسه در آمده به دست چپ به طرف درسخانه گردید، پیش از آن که به درسخانه رسید به دست چپتان یک زینه تنگ تاریک وامی خورد. اگر شما با این زینه مار پیچ بالا برآمدن گیرید، در نقطه آخرینش به یک در وامی خورید که این در حجره بالای دروازه است. اما پیش از آن که به در این حجره رسید، در تاریکی دست کرده به طرف دست چپ گردید، به در یک حجره وامی خورید که آیندگان نابلد در آنجا بودن حجره را هیچگاه گمان نمی کنند. حتی خود شما هم پس از برآمدن به سر زینه تاگو گرد نزنید یا دست نکنید، نمی توانید که در این خلوتخانه را یابید. یک گشت روزی از روزهای آخری تیر ماه که هنوز سرماهای سخت زمستانی سر نشده بود، به درون این حجره یا خلوتخانه یک ملای حصاری تخمیناً 40 ساله جامه سرپخته خود را به سر کشیده می خوابید. در این وقت یک ملای حصاری دیگری تخمیناً 30 ساله که به سر یک کله پوشی کندلی بخاری دوخت و به بر یک جامه ستینی پرچگولی زیح کلان داشت، بی آنکه موافق عادت مدرسه تق کند در را بی ادابانه گشاده در آمد و به پایگاه راست ایستاده. حید گفته جیغ زد. چون دید که خوابنده هیچ نمی جنبد، دیگر باره آواز خود را بلندتر کرده. حید میگویم. گرگ، زنده یا مرده؟ گفته فریاد کرد. صاحب حجره که او را آینده به نام حید و با لقب گرگ یاد کرد، بی آنکه سر بردارد و یا سرش را از زیر جامه بردارد گفت: چی میگویی؟ مرا به حال خود میمانی یا نه؟ امروز آش نکردی؟ آینده میگوید. شکمم از گرسنگی تنبور نواخته ایستاده است. آش را از چی میکنم؟ دیروز خمی روغن را در آفتاب گذاشته یک پیاله بر این روغنی آخرین آن را چکانده گرفته بودم که وی هم به دیروزه آشی
نکبت خوجت سر شد. اکنون به جای آش خمچه را شکسته سفالهایش را خور. آینده کفش خود را کشیده بر روی حجره گذشته به پیش حید آمده نشست و از سر او جامه‌اش را گرفته به یک طرف هوا داده. خیز خیز گفته از بازویش گرفته زور کرد. مخدوم، برای ارواح پدرت مرا به حال خود گذار، واللهی نمیخیزم. خیز گفتم خیز، یک علاج یافته آش نپذیر نمی شود. حید از جای خوابش خیسته نشسته. خواب نخیستم، چی میگویی؟ پیشی شراب قصاب رو، نیم نیمچه گوشت و نیم نیمچه روغن بیار، برنجمان باشد به یک آش میرسد. این خوابت را با آب گوی. دیروز شراب قصاب به من گفت که اگر نصیحه های پیشترت را ندهید بعد از این یک برده گوشت هم نصیحه نمیدهم. اول زبان خوش کن. دیدی که نصیحه نمیدهد یک بهانه یافته جنگ کن و از گریبانش گرفته به زمین زن. من هم از دنبال رسیده میروم، دو کسش را خوب لگت کاریش میکنیم. از این احوال قصاب و بقالان دیگر هرچی پرسی بیملال نصیحه دادن میگیرند. در سری بازار غازیان کسی نیست که در این 10 سال آخری به سبب حقیق خودشان را طلب کردن یا نصیحه ندادن از من و تو شطه نخورده باشند. اکنون کار به جای رسیده است که از شطه هم نمی ترسند. حق دادم در کار، حق. دیگر چاره نیست. خوب، امروز را هرچی کرده می گذرانیم. مخدوم می گوید پلو نباشد برنجابه می کنیم، لیکن برای آینده که تا بهار حالا 3 ماه است یک فکری درست کردن در کار است. از جامه را به سر گرفته خوابیدن هیچ کار نمی براید. این آسان است. حید می گوید فردا برآمده هر دویمان قراکل می رویم. از قاضی آنجا خط گرفته دویمان به 2 مسجد امام می شویم. پس از یگان هفته ایستادن از بالای امامتیمان پیشکی یگان چیز ستانده بهار برگشته آمدن را وعده کرده برمی گردیم. این کار را در تومن خیرآباد و وابکن هم می کنیم. هر دویمان از این 3 جای هیچ نباشد از هر کدام 50 تنگگی 150 تنگه به دست می دراریم. این مبلغ به هر دویمان تا بهار می رسد. تابستان باشد باز به سر همین امامت ها می رویم که کمش از هر کدامش 200 تنگگی 600 تنگه به دست دویمان می درآید. این مبلغ برای هر چی تحصیل آینده به هر دویمان باید و شاید می رسد. لیکن این نکبت خوجی تو دردی بیدوا است. اگر تو هر روز وی را آورده ضیافت کردن گیری این مبلغ هایی که بعد از این خواهیم یافت به هیچ کجا نمی رسد. اگر تو وی را اینقدر ضیافت نمی کردی ما در این میانه جای تحصیل به صحرا مرز شدن مجبور نمی گردیدیم. روغن و برنج ما تا ماهی جوزا می رسید. روغن و برنج هم صدقه سر. دلی من با آن یک خمچه مثلثی کهنه می سوزد. اگر این نکبت مرده خود را به سر ما نمی پرتافت مثلثمان هم تا ماهی جوزا می رسید و در وقتی به امامتی رفتن 10 سیر مویز را به خم انداخته می رفتیم که تا سر تحصیل آینده یک می دندان شکن شده می ماند. حید تو همیشه مهدوم می گوید از همین خوجه می نالی. وقتی که وی صاحبی دولت و حشمت بود ایشان جان گفته قریب بود از خوش آمدگویی کفش های وی را بوسی. شب و روز در خانه وی خوابیدی. پلوهای 2 گوشته آرینشار، آشهای بخش قزیدار، بره های نوزادی بیریان، کباب های شاه تنوری او را با شراب های نیستر جهانش نوشی جان کردی. خوشروی های عالم پناه را در خانه وی دیدی. حافظ های خوشخوان را در آنجا شنیدی. در آن وقتا اگر یک بار ایشان جان گویی از دهانت 100 ایشان جان می چکید. اگر وی تو را حییت گرگوید لبه ایشان جان می گفتی. امروز که وی شکسته کیسهش از پول و کاسهش از می تیهی شده است نامش را نکبت خوجه ماندی. اگر دام الله حید گفته از درت درآید خودت را به خواب می زنی. این از آدمگری نیست. به ما او تو آدمگری را که مانده است. حید گفت ملا جاروبی دسترخوان گفتند. این سخن را به طریق هزل شوخی گفته باشند هم در حقیقت خودش سخنی پرمعنی راست است. ما و تو که ملا باشیم وظیفه ما دسترخوان مردم را روفته خوردن است
نه اینکه بود و نابودمان را به ضیافت مردم صرف کرده، کله‌پوش کندل را به سر نیمشکن مانده، یک پول به کیسه نیو، تکبر به آسمان شده شکم را از گرسنگی تنبور نوازاندن گیریم. خب آدمگری را به یک طرف ماندیم. مخدوم میگوید لیکن این را فراموش نکردن در کار است که یک آدمی دولتمند ابدی بی دولت شده نمیماند. 15 ماه تاریک باشد، 15 دیگرش روشنایی است گفتند. این آدم که امروز به نکبت دچار شده است، عجب نیست که فردا کارش درست شده با سوداگری پوست بالای مسکو و میکریاچی شود. خودش قاضی شناس، رئیس شناس، قشبیگی شناس و امیر شناس است. بر بالای این خیش‌های دولتمندی مکریارو و مسکو چی دارد؟ هیچ کدام آنها راضی نمی‌شوند که این آدم ابدی به این حال ماند. بعد از چند روز می‌بینی که باز این کس ایشان توریم شده می‌رود و تو همان حیاتی گرگ شده می‌مانی. مرده یک شیر 100 روباه را سر می‌کند گفتند. حالا هم باشد احوالش از من و تو بهتر است. چنانچه دیروز در گذری حاجی امانبای از پیشم برآمد، در دست یک شیشه می داشت و خودش شیرمست بود. از دستم گرفته به حالم نمانده به حولیش برد. در مهمانخانه نشسته هر دمان یک شیشه می را با دانه شورک نوشیدیم. مستیش بالا گرفت. من خواستم برگردم نماند. 5 دقیقه نشین، من به حولی در آمده برایم. پس از آن هر جا می خواهی بیرو گفت و خود به حولی درونش رفت. پس از 10 دقیقه انا همین مخدوم به سر و تن خود اشاره کرده، کله پوش و جامه را برآورده به من داد. فصل 9. عطای غیبی. در همین وقت در حجره تق تق شده سخن مخدوم را برید. حید خوش گفت که این به تق تق کننده درآید گفتن است. تق تق دوباره این صدا برآمد. باز حید صریح تر کرده. خوش مرحمت کنید درآید. تق تق کننده. حجره داملا حید همین است؟ گفته پرسید. همین است؟ حید گفت. مرحمت کنید درآید. اسام الدین مخدوم حصاری هم در اینجا هستند؟ در همین جا در آمدن گیرید. حید به اسام الدین مخدوم نگاه کرده آهسته تر گفت. این غولی بیابانی کی باشد؟ نه می درآید و نه دفع شده ما را به حال خود نمیگذارد. تق تق کننده اول یک طبق در را گشاده سر خود را درون کرده و نشستگان چشم انداخت. پس از آنجا بسم الله گویان آهسته آهسته قدم خود را درون نهاده به پایگاه حجره در آمد. همین که چشم اسام الدین مخدوم به وی افتاد، ملا عظیم شاه کو گفته از جایش خیسته و بغل گشاده با وی واخوردی کرد. حید هم از جایش خیسته با وی واخوردی نمود. صاحبان خانه عظیم شاه را به پیشگاه حجره گذرانیده بر روی کربچه‌اش نشانیدند و هر دو به نوبت خوش آمدید گفته پرسپاس کردندش. عظیم شاه به اسام الدین مخدوم نگاه کرده. مگر شما هم در همین حجره استقامت دارید؟ نه، مخدوم میگوید. من در پایان حجره می ایستم. لیکن این هم مثل حجره خودم است. به حید اشاره کرده. ظاهرا شما این شخص را نمی شناسید. این کس هم حصاری خودماند. از بس که در وقت 16 سالگیشان برای تحصیل علم بخارا آمده دیگر به حصار نرفتند، احتمال شما این کس را ندیده باشید. دیدنم به یادم نی، عظیم شاه گفت. لیکن حصاری بودنشان را در اولی در آمدنم از افت و اندامشان دانستم. حید به چاینک چای انداخته برای دم کرده آوردن از حجره برآمده رفت. ما به این کس مخدوم میگوید هم ولایتی هم برادری دیرینه ایم. حجره همون دیگر باشد هم طبخ ما در یک جاست. شما از سلسله خوانش بدیعی گفتار 13 را از داستان استاد صدرالدین عینی داخوانده شنیدید. راوی حبیب الله عبدالرزاقوف.